جهان هرگز فکر نمی‌کرد پسری که در 20 آوریل 1889 در شهر برانو حمای امپراتوری اتریش و مجارستان به دنیا آمد قرار جهان رو وارد شکل جدیدی از وحشت کرد. اون اما بسیار شخصیت سالمی رو قبل از اتفاقات سیاسی که براش رقم بخوره داشته. اون علاقه زیادی به هنر داشته و از بیشتر زندگی خودش رو به خاطر حمایت از حیوانات گیاهخوار. اون حتی قاشق‌های بسیار زیبایی رو می‌کشیده و علاقه زیادی به هنر داشته و همین اتفاق و علاقه به هنر باعث میشه که زندگی اون بسیار تغییر بکنه و زمانی که برای آزمون ورودی دانشکده هنر شرکت می‌کرده رد میشه و باعث میشه که در سن 24 سالگی در سال 1913 به آلمان مهاجرت کنه و به عنوان یک عضو این جنگ یک اتفاق بسیار بیادماندنی و شاید عجیب میفته. زمانی که هیتلر زخمی بوده که به شدت زخمیه، اون فرمانده که نام داشته رو مداوا میکنه، از فرستادن هیتلر به دیار باقی جلوگیری میکنه و باعث میشه که هیتلر زمینه سایش جهان رو در چندین سال بعد از این اتفاق بچینه. سرانجام بعد از پایان این جنگ در سال 1919 آدولف هیتلر وارد حزب کارگران آلمان میشه که بعدها به نام حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تغییر نام میده و دقیقاً 2 سال بعد از ورود خودش به این حزب رهبری این حزب رو بر عهده میگیره و در سال 1923 در اثر تاثیر مصرف مجموعه‌های مادام اشرف حاکم اون وقت مونیخ یک تقیید بسیار محکم به ما تحت آقای هیتلر میزنه و هیتلر رو 6 ماه به زندان میفرسته تا توسط کافور درمان بشه. در نهایت آدولف هیتلر بعد از آزادی خودش شروع به انتقاد از پیمان ورسای و ترویج تفکرات ضد کمونیستی و یهود ستیزی رو با شخصیت مرموز و کاریزماتیک خودش آغاز. ما هرگز نتونسته بودن کسی رو به مقام صدارت، اما در نهایت هیتلر موفق میشه به عنوان اولین عضو از این حزب و به عنوان رئیس این حزب به مقام صدارت برسه و در بین سالهای 1934 تا زمانی که قانون تفویض اختیارات توسط رایشستاگ تایید بشه به عنوان با داشتن مقام صدارت در دولت وقت وایمار خدمت و بعد از تصویب قانون تفویض اختیارات هیتلر قدرت اول آلمان اون روزها میشه و تفکرات نازیسم و ضد کمونیستی و ضد یهود ستیزی رو گسترش. هیتلر قصد داشته که یک آلمانی بدون یهودی ها بسازه و اون معتقد بوده که نظم اون زمان جهان که متشکل از کمونیست و سرمایه‌داری بوده همش زیر سر یهود و باید یهودی ها رو نابود کرد تا این تفکرات از بین بره و اون همچنین می‌خواست نظم نوینی که بعد از جنگ جهانی اول بر دنیا حاکم بود و خصوصا آلمان رو از بین ببره. به خاطر همین در 1 سپتامبر 1939 جنگ هشدار طرفداران لهستان یعنی متفقین به این حرفو گوش نمیده و اون نه تنها کشورهای طرف جنگ رو به فاک داد بلکه حتی کشورهای بی‌طرفی مثل ایران هم تحت شعاع قرار گرفتن و به عنوان مثال اتفاق و روزگارهای سیاهی در ایران در اون بازه رقم خورد که میخوایم روح عزیز برای این اتفاقات و مشکلات در ایران رو در اون افراد باید برخیز اتفاقات و روزگار سیاه ایران در اون جنگ. اما برگردیم به طرف اصلی داستان یعنی آدولف هیتلر که بسیار زیاد در ابتدای جنگ موفق بود و فتوحات بسیار زیادی رو تونست بگیره و اون حتی تا داخل شوروی هم تونست نفوذ کنه و یکی از عملیات‌های خیلی بزرگ تاریخ رو به نام عملیات باربارسا در سال 1941 رقم بزنه و تا نیمه‌های کشور شوروی رو فتح کنه و حتی به مسکو برسه. اما همون سرمایه معروف و مرگبار مسکو باعث زمینگیر شدن نازی‌ها و شکست اصلی اونها در جنگ شد و نازی‌ها تمام فتوحات خودشون رو از دست دادن و حتی آلمان به دست متفقین افتاد و به 2 تکه آلمان شرقی و غربی تقسیم شد. آلمان شرقی که به دست کمونیست‌ها افتاد و آلمان غربی که حیات خلوت متفقین دیگه مثل فرانسه، انگلستان یا آمریکا محسوب میشد. اما همه اینها باعث نمیشه که یادمون نره هیتلر در جنگ جهانی دوم چه فجایع انسانی رو رقم زد. هیتلر باعث مرگ بیش از 6 میلیون نفر انسان و کودک شد. حتی با رقم زدن فاجعه انسانی مثل هیتلر دقیقاً 2 روز قبل از فتح آلمان به دست متفقین و همراه همسر خودش خودکشی میکنه تا هرگز اسیر متفقین نشه و در نهایت یک مرگ بزرگ در نهایت زندگی این آدم دیکتاتور و خونخوار تاریخ به پایان میرسه. اگه شما دوست دارید که باز هم با زندگی افرادی که در اثر مصرف معجون‌های مادام‌های دیگه اقدام به چنین کارهایی کردن حتما توی کامنت ها به من رو بگید تا ویدیو بعدی با روح‌های زیر تختتون خوش باشید. فعلا شب و روزتون درس نگیرید.